سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. امیدوارم حالتون خوب باشه. بچه‌ها تو این ویدیو اومدم چند تا از اتچمنت‌های خوب بهتون بدم واسه این سیزن که 7 روز کلا مونده به سیزن تموم شه. بهتون میگم که سریعتر هر کی لجند نکرده لجند کنه. من با همین اتچمنت‌ها لجند کردم و بریم که اتچمنت‌ها رو داشته باشیم. لایک و کامنت و سابسکرایب هم انجام بدین. قربون دستتون. مرسی از حمایتاتون. بریم سراغ ویدیو. خب دوستان، بریم اتچمنت ها رو داشته باشیم. اولی اتچمنتی که میخوام بدم صدیقه. احتمال زیاد دقیقا 90% پلیرهای ایران کل جهان فکر کنم صدیقه لاواری میکس رو دارن. این صدیقه رایگانه با 15 تا بازت میده بهتون. خب بریم اتچمنت ها رو بهتون بدیم. اول یک مازل میذاریم. مازل بچه ها واسه این اولی یک دونه MIP لیکت مازل برل میذاریم براش، چون اکیوریسی گانو میبره بالا. بعد یه دونه برل واسش میذاریم، برل QWC مارکسمن. این واسه کن فایت های نزدیک، واسه چی خوبه، چی میگم بهش، واسه هیپ فایر و اینا، واسه فایت های نزدیک خیلی خوبه. بعد میریم یک دونه گریپ واسش میذاریم، گریپ تاکتیکال فور گریپ میذاریم براش، چون واسه فایت های دور خیلی خوبه. تیرم میخوایم بذاریم بچه دو حالت داره، یکی 40 تاییه یکی 48 تایی. این فرقی نداره، فقط کنترگال رو میبره بالا، ولی 48 تایی بذاریم بهتره، هم دیر تمومش هم کنترلش بالاتر میره. بعد یک دونه مون داره، بعد یه دونه از اینا میذاری، این هم کنترل گان رو میبره بالا. بله بچه ها، من دو حالت داره، یک حالتش بدون پرکه، یه حالت با پرک. بذار نوب سگا رو بیارم داخل بازی، تیرم بینهایت. خب بچه ها نگاه کنین، میبینین که لگت آنچنان زیادی نداره. بعد خیلی هم خوب انمی رو سری میندازه. میبینین لگت اصلا نداره. حالا اینجا هم یه امتحان میکنیم، بفرم نگاه کنین، اصلا یه ذره یه گم کنترل کنین لگت شمت برطرف میشه. بله حالا واسهتون با پرک هم میذارم، ببینید اگه پرک رو بذارین که دیگه اصلا لگت نداره. میایم پایین بچه، یه دونه این بازو رو میذارین، یه دونه این پرک خشاب، ببخشید این رو گام بذارم، یه دونه پرک خشاب و این بازو رو میذاریم واسه این که چپ و راست نشه. این پرکرم بذاریم بهتره، حالا تو بازی پیدا میکنیم به زیاد دیگه. بله نگاه کنین که میبینی یک ذره لگت هم نداره، اصلا لگت. حالا رو انمی هم امتحان کنیم، میبینین که انمی هم به راحتی میندازه. مخابرات ایران وطنم. بچه ببخشید پینگم یکم بالا، برقا اینجا رفته، پینگا خیلی بالاست، ببخشید دیگه. بله میبینین که اصلا لگت نداره و انمی رو خیلی خوب میندازه. حالا یکم باش بزنیم ببینیم، این که خیلی خوبه. بله مخابرات. بچه یک لحظه منو ببخشید، من یک کات به ویدیو بدم، من نتام درست کنم. خب بچه ها، من اومدم صدیفتر که بهتون دادم. دومین گانی که میخوام بدم RUS واسه فایت های نزدیک و هیپ فایر. بچه RUS لجندش تازه اومده، من جدیدن 2-3 روزه گرفتم، فکر کنم من بعضیاتون داشته باشین. واسه RUS یه دونه مازل میذاریم. مازل واسه چی خوبه؟ یه مازلی میخوام بذارم که واسه تون اصلا تیرش اینور اونور نرو، لگت نداشته باشه. مازل میریم MIP لیکت، MIP چی نوشته اینجا؟ MIP لیکت فرش گرید، اینو واسش میذارین، اکیوریسی هم میبره بالا. بعد یه دونه برل هم واسش میذاریم، برل QMC مارکسمن که واسه چی هم گذاشت، صدیفته هم گذاشته بودیم که دیدین لگت نداشت، واسه اینم باید بذاریم. بعد اینو میذاریم براش. بعد میریم یک دونه لیزر واسش میذاریم، یا لیزر میخواد فقط، لیزر واسش میذاریم. لیزر از نظر من MIP لسر 5MW بذاریم خیلی بهتره، چون واسه فایت های نزدیک خیلی خوبه، اکوریسی گانا باز میبره بالا. بعد گریپ هم واسه گریپ میذاریم، گریپ هم مرس فور گریپ هم میذاریم. بله مرس فور گریپ هم میذاریم، خیلی خوبه، کنترل گانا بالا میبره. یه دونه مونده دیگه، آره
فکر کنم خشاب بذاریم، مثلا یه خشاب 50 تایی بذاریم که موقع فایت های نزدیک سری تیر تموم شه، 1 ساعت باز عوض نکنین. بریم بهتون نشون بدم. بفرمایید نگاه کنین که خیلی سریع انیمیا رو میندازه. حالا من هیپ فایر نمیزنم چون این بدون با دوربین بزنی راحت تره. این گان آریوس بیشتر با دوربینه. میخوای مثلا چی بزنیم بدون دوربین، مثلا هیپ فایر بزنیم، به نظر من فنیک و مکتن برداریم. آریوس واسه این سیزن آریوس خیلی خوبه. الان آریوس فقط با دوربین باید بزنیم، با دوربین بزنی سریع انمی رو میندازه. میبینین؟ بله. حالا این بدون پرکشه، من پرک بذارم بهتر از این هم میشه. مخابرات تازه درست شده بود که بچه میبینین که لگد آنچنانی اصلا لگد نداره. اصلا میگم لگد آنچنانی اصلا لگد نداره. میبینین واسهش پرکم بذاریم. پرک بچه نظر من اینو بذارین چون این واسه این گانا خوبه. بریم با باز همین مشتر رو میزنین و این پرک خشاب دوباره. بله حالا میبینین که فرقش چیه. نگاه کنین دیگه اصلا انگار لگد نداره، فقط بزن باش. بله میبینین که سریع در عرض 10 تا تیر انمی رو انداخته. در عرض 10 تا تیر انمی مخابرات در عرض 10 تا تیر انمی رو میندازه. بله میبینین که خیلی عالیه. از نظر من شما آریوس بزنین واسه این سیزن خیلی خوبه. سیزن بعدم میتونی آریوس استفاده کنین چون سیزن بعدم از نرفی در میاد. آریوس به این سیزن بزنین لژند کنین تو این 7 روز خیلی بهتره. آریوس اصلا یه چیز دیگه است. مثلا آریوس لژند دیگه این سیزن تازه به بازی اومده یه چیز دیگه است. بله خیلی خب بچه ها میریم به گان سومین گانی که میخوام بهتون بدم شاتگان هستش. اون هم چه شاتگانی؟ HS که وابدل هم است. خب بچه باشه HS یک اتچمنتی داشت تقریبا همه استفاده میکردن دیگه. حالا موقعی ما اینو بزنم، حالا من سادهش واسه تو میزنم، سادهش بهتر از این گان دارست. خب بچه ها یه دونه به مازل میذاریم، مازل رو میذاریم برای چوک. این چوک واسه تیر زدن هیپ فایر که تیراتو این ور اون ور نره خیلی خوبه. بعد یه برل واسش میذاریم. برل این به نظر من خوب نیست. بالایی رو بزنیم واسه اکیروسی گانم خیلی خوبه. اینو میذاریم. بعد یه چی واسش میذاریم؟ لیزر واسش میذاریم. لیزر هم همون MIP لسر 5MW رو میذاریم براشون، خیلی بهتره براش واسه کنترل. و بعد تیر رو هم ثابت میزنه، خیلی خوبه این. بچه واسه چیپ گریپ هم همین خوبه. نه این نه بالایی، اینو واسش میذاریم. خیلی گریپ، این گریپ واسه شاتگان عالی هستن. هر کی رو ببینی این گریپو گذاشته براش. بچه‌ها یه دونه از اینا هم واسش میذاریم و تموم. یه دونه مونده دیگه. آره یه دونه از اینا هم بذاریم که واسه کنترل گانو ببره بالا. همینو میذاریم براش. خب بریم امتحان کنیم. بچه 2 اولاده نگاه کنین دمیجاشو ببینین. دمیج 264 پایین تنه پا هم 264. بالا تنه رو میده 312 تا دمیج. یعنی با یه شات 2 شات انمی خوابیده. بیا یه شات وان تپ این بغلش خوب بود. ای بابا وان تپ. اصلا شما با خیال راحت این گانو وردارین و برین داخل مچ، همه رو سوراخ کنین، دهن همه رو سرویس میکنیم با این شاتگان. این شاتگانه کلا این اتچمنتی که واسش گذاشتیم واسه همه سیزن ها خوب بود، ولی بعضی از سیزن ها نرفه نمیتونی باش بذاری. مخابرات بعضی از سیزن ها نرفه نمیتونی اصلا HS بزنی. به چی فینیش گرفت. خب میبینی که اینم وان شاته. خب بچه بریم با پرک هم بهتون نشون بدم. پرک روش بذاریم ببینیم چه جوری میشه. بچه پرک این مخصوص چیه؟
اینا رو واسش بذارین خیلی بهتره. اون اولی که گذاشتم وقتی که تو بیا انمی داری راش میدی، اگه لجندش رو داخل مچ پیدا کنی، اگه با همون بری میدونی چی میشه، موقعی که اسلاید رو میزنی راحت تر به تیر وارد میکنه، ولی لازم نیست که تو تیر بهش وارد کنی. هر موقع اسلاید بزنی خودش تیر میذاره. این واسه فایت خیلی خوبه. بله میبینین که در عرض 1 ثانیه وان تپ میشه با وان شات اصلا تضمینی وان شات. نگاه کن از این فاصله وسپشو میشکنه. وان شات بالاتر هم که 300 تا دمیج میده. میدین ریپ فایر هم که راحت. خیلی خوب بچه، میریم گانه بعدی رو بتونیم. گانه بعدی تایپ 19 است. تایپ 19 این سیزن خیلی خوبه واسه لجند کردن، الان عالیه. خب بریم اتچمنت تایپ 19 هم بهتون بریم بچه. تایپ 19 مازل واسش نمیخواد بذاریم، فقط فقط برل رو میذاریم براش. برل بچه ببخشید خیلی زیاد نمیتونم بخونم. برل اینو واسش میذارین، نه بالایی ببخشید، اینو واسش میذارین چون کنترل گانو بالا میبره. اینو میذاریم براش. بعد دوربین رو واسش میذاریم. این دوربین واسه اکثر گانایی که مثلا لجند و متیکین، لجند نه لجند نه متیک، اینا واسه اپیکا و سادا خیلی خوبه. بعد میری واسهش یه دونه چی میذاریم، چی اسمی، استوک میذاریم، یه استوک واسهش میذاریم. بله. بعد میریم یک دونه گریپ هم واسهش میذاریم. گریپ بچه ها یه دونه هستش خیلی خوبه، استابل بی پود، اینو واسهش میذاریم. این خیلی خوبه واسه تایپ 19. خب یه تیر هم واسهش میذاریم، فست ریلد مگ. خب بچه نگاه کنیم واسه این که گانتون بیای تر بزنه لگه نداشته باشه، همیشه این مدل این اولی واسه نقطه وسط دوربینه، اینو رو 70 بزنین خیلی بهتره. این دومی هم واسه زوم دوربینه، این هر چی عقب‌تر باشه مثلا 0 با نزدیک 0 باشه این کوچیک‌تره، نزدیک 100 باشه بزرگتره. نگاه کنین. ببخشید بچه این گانا اشتباه شد. این درست کنم اینا رو. گانا شبیه همه آدم قاطی میکنه. خب درست شد. بچه نگاه کنین دوربینا، نگاه کنین این نزدیک شده خیلی هم خوب. بچه ببینین که با عرض چند تا تیر همه رو میندازه. این بدون اتچمنت خیلی خوبه. میگم بدون پرک خیلی خوبه، ولی پرک بندازی از این که هستن بهتر میشه. نگاه کنین چه خوب میندازه. من بیشتر مواقع به جای سریف تمتیک اینو برمیدارم چون خیلی خوبه. حالا بزنم مثلا تو پرکم بندازم. نگاه کنین که اصلا لگد نداره. حالا ببینین یک ذره لگد نداره. حالا این مثلا پرکم بندازم. پرکم بچه همون پرکای سریفتر رو واسش میندازیم. پرک خشاب و این چپ راست اینا رو واسش بندازیم بهترین گان میشه تو بچه. اینی که در از چند تا تیر همه رو میندازه، 10 تا تیر بیشتر همه رو میندازه. بله میبینین که خیلی خوبه، لگد هم اصلا نداره. به نظر من به سریعتر تایپ 19 وری میتره. من سریعتر هم بهتون دارم باید میکنم بعضی ها سریعتر پلیر باشن. من بیشتر تایپ 19 رو برمونم سریعتر. خیلی خوب. اینی که خیلی گادیه. خب بچه ها بریم گان مخصوص اسنای پلیرها رو بگیم، یعنی بدیم. اونم چه گانی دی ال. این دی ال واسه بتل پس احتمالاً بعضی داشته باشن. واسه دی ال هم بچه همون قدیمیه رو میذاریم دیگه، فرقی نداره. اون اتچمنت قبلیه رو میذاریم خیلی واسش خوبه. برل میذاریم براش، یه دونه برل میذاریم، یه استوک میذاریم براش، یه استوک میذاریم و یه گریپ نمیخواد، نه گریپ نمیخواد، یه لیزر میذاریم براش، مازل میذاریم. خیلی خوب.
حالا نگاه کنین که خب بچه خیلی معذرت میخوام، من شارژم زیر 5% بود دیگه، ویدیو ضبط نمی‌کرد. می‌بینیم یه بار دیگه اتچمنت‌ها رو واسهتون میذاریم، اما اتچمنت قبلی است دیگه، فرقی نمیکنه. یه دونه برل واسش میذاریم، یه برل، یه استوک میذاریم براش، یک دونه لیزر میذاریم. گریپ نمیخواد بچه، گریپ نمیخواد. یه دونه مازل میذاریم براش و یه دونه از اینا. بچه این دسته رو اگه بذارین راحت‌تر میتونین مثلا بزنین تو دستتون، عقب جلو مثلا این ور اون ور نمیشه، ولی اینو بذارین از پشت دیوار میتونین مثلا بزنین. اینی که پشت دیواره تا بزنین راحت بهش بخوره. خب نگاه کنین، بذارین رو بزنم تیرارم بی‌نهایت کنم. ببینین که بچه شرمنده من اسنایپ پلیر نیستم، راحت نمیتونم با اسنایپ بزنم، من بیشتر شاتگان پلی میکنم. شرمنده اگه یکم نیست، من اسنایپ پلیر نیستم، ببخشید. تیرا رو بی‌نهایت کنم. میبینین که بچه پایین تنه تقریبا، ببخشید بالا تنه 150 تا، پایین تنه دقیقا 115 اینا میکنم باشه. هدشات هم که 200 تا، هدشات 200 تا کلا وسط بزنین، کلا 150 تا دمیج بهتون میده. با 2 تا شات میندازه با این اتچمنت، چه بدون چه با پر چه بدون پر فرقی نداره. با 2 تا تیر انداخته، هدم که 1 شات. بله این که با کلا 2 تا تیر میخواد. یه شات نمایشی هم بزنیم براتون. نمیخوره. شات نمایشی بزن بچه. یک با پرکم به واسهتون بذارم. پرک اسنایپ اونایی که اسنایپ پلیر هم میدونن، حالا من که نمیدونم، ولی اینو باید بذاریم براش. ببخشید بازشته باشد ببخشید. داخل بچه این دوتا اینا رو واسش بذاریم خیلی خوب. نه ببخشید، اینو میذاریم براش، این مخصوص اسنایپه. بله فرقی نکرد بچه، بازم همونه. این کنترلشو بیشتر برده بالا. بیشتر کنترلشو میبره بالا بچه، هیچ چیزی رو گان اضاف نمیکنه. خب بچه ها مرسی که تا اینجا ویدیوی ما رو تماشا کردین، خیلی دوستتون دارم. لایک کامنت سابسکرایب بزنین. خدا نگهدار.